هنرپیشه خلقی تاجیکستان کاملجان غنیف صبح دهم ینور سال 2023 در سن 73 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک پرویز پولادی آوازخوان و هنرپیشه شناخته زاده ایثار خبر داد. پرویز پولادی درباره علت مرگ کاملجان غنیف چیزی ننوشت، ولی خبر داد که مراسم ودا و نماز جنازه مرحوم روز دهم ینور ساعت 15:00 در زادگاهش دهه تخت جماعت خانک‌های کوهی ایثار برگزار می شود. کاملجان غنیف که با خواندن ترانه‌های مردمی و کلاسیکی نام برآورده بود، همگی 11 روز قبل از زادروز 73 درگذشت. مخلصانش از او همچون یک انسان خاکسار و صمیمی و محفل‌آرا یاد می‌کنند و می‌گویند کاملجان غنیف در سال‌های آخر در خواندن ترانه‌های مذهبی از جمله نعت نیز خیلی زبردست شده بود. کاملجان غنیف 21 ینور سال 1950 در دهه تخت نویه ایثار به دنیا آمده. سال 1967 آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی نویه لنین را ختم کرده است. کاملجان غنیف سال 1990 پس از ختم آموزشگاه برای کار به شعبه فرهنگ شهر ایثار آمده و تمام اون در قصر فرهنگ و فیلارمون ایثار کار کرد. کاملجان غنیف سال 1990 سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان و سال 2003 سزاوار عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان شد.